اگه همیشه برای انتخاب غذا به مشکل میخوری، حتما این ویدیو رو ببین. تصور کن شام امشبت میتونست با هات حرف بزنه. بیا ببینیم اگه غذاها مثل آدمها رفتار میکردن چی میشد. اولیش پیتزا. اون همیشه پایه ثابت مهمونی هاست، خیلی هم پنیرکیه و هیچ وقت از دیر رسیدن خجالت نمیکشه. سوشی چی؟ اون خیلی با کلاسه، یکم مرموزه و اصرار داره که تو خونهش حتی با چاپستیک غذا بخوری. نون دوست مهربون و پایه همه است، نرم و گرم همیشه هم هست وقتی دلت یه بغل میخواد. قهوه؟ اون آدم پرانرژی صبح هاست که نمیذاره بخوابی. کلم بروکلی همون آدمیه که همیشه حواسش به سلامتیشه و مدام بهت یادآوری میکنه بری باشگاه و آب زیاد بخوری. بستنی رو هم فراموش نکن. اون ملکه دراماست که زود وامیره ولی کاری میکنه که همه روزای بدت بهتر بشن. خب تو امروز با کدوم یکی از این دوستای غذاییت میخوای وقت بگذرونی؟ تو کامنت ها بهمون بگو.